خب بازم یه طبیعتگردی و کوهپیمایی دیگه و یه مسیر زیبا و چشم نواز دیگه در اطراف شهرک تاریخی ماسوله. امروز تصمیم گرفتیم که بریم یه الاغ زودلسر. زودلسر در بالای روستای زودل قرار گرفته با یک طبیعت زیبایی که میبینید، با یک مسیر فوق‌العاده چشم نواز و بکر که باید این مسیر رو بیاین تا به حرف من برسید. ما بعد از طی حدود 2 ساعت و نیم مثل همه سفرها و طبیعتگردی و کوهپیمایی که داریم به هر حال یک جایی رو انتخاب کردیم، استراحت میکنیم مثل همیشه و یک املتی هم که از دوستان زحمت میکشه درست میکنیم و با عزتون میخوریم. در این طبیعت زیبا بعد از خستگی حتما این املت و این صبحانه میچسبه و بعد از اون چای و حالا در کنارش یا کلوچه فومن یا از اون کلوچه های محلی باشه که خیلی خیلی میچسبه و خستگی رو از تن آدم در میکنه. مرسی از همراهی، لایک و سابسکرایب شما.